این ویدیو قراره درباره چگونگی جمع‌آوری گنج نادر و سرنوشت عجیب و غریبش صحبت کنیم. کمتر دیدیم به این موضوع پرداخته شه. در مورد یه چیز کوچیک صحبت نمی‌کنیم ما. این گنج خیلی بزرگ بوده. برای نگهداریش از یک کاخ استفاده می‌کردن. یه لحظه تصور کن کل پولای 10 نفر اول پولدار دنیا رو روی هم بذارن به اندازه نصف این گنج نمی‌شده. حالا چطوری این گنج عظیم جمع‌آوری شد؟ نادرشاه بعد از اون که پادشاهی خودش رو مستحکم کرد، در حمله بزرگی که به هندوستان داشت تونست با پادشاه هندوستان توافق کنه. به پادشاه هند گفت که من با شما و دهلی کاری ندارم، ولی در عوض کلید خزانه هندوستان رو به من بدید. حالا نادرشاه صاحب گنج بزرگی شده بود. ولی اینم بگم که بخش بزرگی از این گنج معروف هم از کشورگشایی‌های دیگه‌اش به دست اومده بود. تصور کنین انقدر این گنج زیاد بوده که موقع آوردنش به ایران از چند ده شتر و فیل استفاده شده بود. حالا یه مقداری از این طلاها هم توی رودخونه‌ها و مسیرهای سخت از دست رفته بود. نادرشاه با کشورگشایی‌های بزرگی که انجام داده بود، شهرها و کشورهای زیادی رو برای گرفتن مالیات داشت. پس بخش دیگه‌ای از این گنج هم از اکتساب مالیات از مردم به دست اومده بود. اون موقع برای مالیات گرفتن از مردم از طلا و نقره و جواهرات استفاده می‌کردند و مستقیم وارد خزانه نادری می‌شد. این طلا و نقره و جواهراتی که از مردم می‌گرفت دیگه به مردم بر نمیگشت. به خاطر همین هر روز به خزانه نادر اضافه می‌شد. این اتفاق باعث می‌شد مردم روز به روز فقیرتر بشن و خزانه نادر بزرگتر بشه. نادر میتونست با نصف خزانه‌ای که داشت کل مملکت رو آباد کنه، ولی این کار رو نمی‌کرد. کار به جایی رسید که در بعضی از مناطق کشور پول مسی که به پشیز معروف بود هم پیدا نمی‌شد. حتما شنیدین که میگن پشیزی نمیارزه. داستانش همین پول بیارزش مسی بوده. مردم حتی پشیز هم نداشتن چون همه رو به عنوان مالیات پرداخت کرده بودن. ولی خزانه اون انقدر انباشته شده بود که نمیشد توی یه خونه معمولی ازش نگهداری کرد. پس اون رو به دل کوه بردن. نمیشه انکار کرد که نادرشاه برای ایران تحصیل افتخار کرد و پیروزی‌های جنگی و کشورگشایی‌های او به نام ملت ایران به ثبت رسیده. اما یه سری اشتباهات هم داشته که یکی از اون اشتباهات همین بوده که پول رو به مردم بر نمیگردونده و مردم روز به روز فقیرتر می شدن. بهترین جا برای حفظ این خزانه عظیم کوههای هزار مسجد در شمال خراسان بود که به اسم کلات نادری معروفه. اون منطقه قبل از سلسله افشاری هم مکان امنی برای پادشاهان سلجوقی بود. نادر با استحکام بخشیدن به کلات اونجا رو برای نگهداری گنج خودش آماده کرد. اونجا یه شرایط طبیعی داشت که مردم میتونستن با استفاده از آب و زراعت خیلی راحت اونجا زندگی کنن. نادر هم در تأمین جیره و مستمری محافظین کم نذاشته بود. یه شرایطی براشون مهیا کرد که تا 50 سال نیازی نبود که از محافظین کسی اونجا رو ترک کنه. حالا چطوری نادرشاه به قتل رسید و چه بلایی سر این خزانه عظیم نادر اومد؟ علی قلی میرزا یا همون عادل شاه کسی بود که نقشه قتل نادر رو میکشه. میاد با چند نفر شریک میشه و بهشون میگه توی خزانه نادر 200 کرور نادری و مقدار زیادی سیم و زر وجود داره. بعد از اینکه نادر رو کشتیم این 200 کرور رو با هم تقسیم میکنه. ولی واقعیت این بود که توی خزانه خیلی بیشتر از 200 کرور بوده. تازه اضافه بر اینها کلی جواهرات گران قیمت هم توی خزانه وجود داشت. در کل هیچ کس جز خود نادر از مقدار دقیق این گنج خبر نداشت و با مرگ نادر مقدار دقیق این گنج مثل یک راز دفن شد. حالا خیلی از مورخین میگن که 200 کرور یکم اغراق شده هست و این اعداد و ارقام دروغه. ولی با یه حساب کتاب ساده متوجه میشیم نه تنها اغراق نبوده بلکه خیلی بیشتر از این حرفا بوده. شما فرض کنید بعد از سفر هند و انتقال خزانه اون به ایران چندین کشورگشایی‌های دیگه هم داشته و کلی غنیمت به این خزانه اضافه شده. جدا از اون کلی مالیات دیگه چندین سال از مردم گرفته شده و دست نخورده باقی مونده. گنج نادر در قلعه کلات توی یه دخمه‌ای بوده که حجاران 3 سال داشتن این دخمه رو حفر می‌کردن. اونم تو دل کوه. حالا از اینجا یه داستان خیلی جالب‌تر میشه.
علی قلی که نادر رو به قتل میرسونه فکر میکرد که دیگه تمومه و راحت دستش به گنج میرسه. ولی 200 سرباز خبره از این کلات حفاظت میکردن که تک به تک این سربازها رو خود نادر انتخاب کرده بود. جدا از اینها فرمانده این 200 سرباز عبدالله مریوانی بود که افسر بش یوزباشی بود. یعنی این فرمانده میتونست 500 سرباز رو فرماندهی کنه. نکته قابل توجه بعدی موقعیت این قلعه بود که طبیعی بود. به ظاهر نمیشد به قلعه نفوذ کرد. کاملا مشخص بود چرا. این قلعه فقط یک راه ورودی داشت. کوههای اطراف این قلعه طوری بود که با وسایل اون زمان هیچ طوره نمیشد به قلعه نفوذ کرد و باید از تنها راه ورودی استفاده میشد. این استراتژی امنیت قلعه را تأمین میکرد. اگر نگهبانان متوجه خطری میشدند، این راه نفوذی رو سنگچین میکردند تا راه نفوذ کلاً مسدود بشه. حالا برای به دست آوردن این گنج بزرگ کار سخت‌تر بود، چون گنج در یک حفره تو دل کوه بوده. بالای اون حفره هم یه حفره دیگه ایجاد شده بود که پر از باروت بود و عبدالله مریوانی وظیفه داشت مرتب به این حفره باروت سر بزنه تا در فصول مختلف باروت‌ها مرطوب نشده باشه. چرا این حفره پر از باروت رو درست کرده بود؟ قرار بود اگه وضعی پیش اومد که تمام نگهبانان کشته شدن، مریوانی سریع این حفره باروت رو آتیش بزنه تا کوه ریزش کنه و این گنج به دست دشمن نیفته. ببینین تا کجاش رو برنامه ریزی کردن. ولی اگه مریوانی کشته شده بود، یکی دیگه از سربازهایی که باقی مونده بودن این وظیفه رو بر عهده داشتن. نادر بارها اعلام کرده بود که تا وقتی من زنده هستم کسی نمیتونه به کلات دستبرد بزنه. علی شاه بعد از اینکه با کمک همدستانش نادر رو به قتل میرسونه، با یارانش میره به سمت کلات. به درب ورودی کلات میره، ولی مریوانی دستور داشت که در رو به روی هیچ کس باز نکنه. حتی اگر پیک از طرف نادر هم می اومد، نباید در رو باز می کرد و فقط در حضور خود شخص نادرشاه در قلعه باز می شد. علی شاه سر بریده نادر رو به مریوانی نشون داد و قول پاداش‌هایی هم به مریوانی و سربازانش میده. اینطوری وارد قلعه میشه. علی شاه به مریوانی میگه بریم سمت خزانه. مریوانی میگه ای شاه ایران، کلید خزانه کوچیک نزد منه و کلید خزانه بزرگ نزد خود نادرشاه بوده. علی شاه میگه که مگه در اینجا 2 خزانه وجود داره؟ مریوانی میگه بله. وقتی پولهای مالیات جمع میشد به خزانه کوچیک انتقال میدادیم و در دستک‌ها ثبت میشد و وقتی نادرشاه میومد اونها رو به خزانه بزرگ انتقال میداد. دستک هم حتما شنیدید دیگه، میگن دفتر دستک، منظورشون همونه. علی شاه میگه در خزانه کوچیک چقدر پوله؟ مریوانی در جواب میگه 512,000 نادری. علی شاه میگه در خزانه بزرگ چقدر موجوده؟ مریوانی میگه خدا میدونه. علی شاه یک کم دیگه از مریوانی سوال میپرسه تا بدون داستان از چه قراره. به مریوانی میگه خزانه کوچیک رو باز کن. مریوانی هم در خزانه کوچیک رو باز میکنه. اون پولها رو به علی شاه میده، ولی به علی شاه میگه که به من یه رسید بده، چون اینجا رسمه هر وقت پولی برداشته میشه رسید گرفته بشه تا بعد اختلافی پیش نیاد. توی اون دستک ها نوشته شده بود که 1500 عدد تپانچه و شمشیر و خنجر هست. توی یکی دیگه از دستک ها رو نگاه میکنن و متوجه میشن که نزدیک به 40,000 کتاب در خزانه بزرگ نادری وجود داره. تعجب میکنن چون که نادر سواد آنچنانی نداشته. علی شاه تعجب کرد و گفت نمیدونم، نادر که اصلا سواد درست و حسابی نداشته و علاقه‌ای هم به خوندن نداشته، چرا این کتاب‌ها رو نگهداری میکنه؟ قوچبک افشاری که یکی از همراهان علی شاه در قتل نادر بوده جواب میده که بهای این کتاب‌ها برای نادر مهم بوده، نه اون چیزی که توش نوشته شده. توی یکی دیگه از دستک‌ها تعداد تخت‌ها و مشخصاتش ثبت شده بود. علی شاه میگه چطور میتونیم در خزانه بزرگ رو باز کنیم؟ مریوانی میگه هیچ کلیدی نمیتونه در این خزانه رو باز کنه. علی شاه میگه پس ناچاریم که اون رو واژگون کنیم، یا ساده تر بگم در رو بشکنیم. حالا شکوندن این در بزرگ هم کار راحتی نبوده. برادرزاده نادر به سربازا دستور میده که باروت‌های بالای خزانه رو با احتیاط از اونجا دور کنن. چون میخواستن با انفجار بارود در رو باز کنن، احتمال داشت صخره ریزش کنه
و دیگه دستشون به گنج نرسه. همزمان با انتقال اون باروت‌ها یه عده دیگه میان و یه حفره کوچیک‌تر پایین در خزانه درست میکنن و اون رو پر از باروت میکنن. بعد با یه فتیله طولانی اون رو هدایت میکنن تا بیرون از دروازه. بعد که همه بیرون رفتن اون فتیله رو آتیش میزنن. دروازه خزانه بزرگ نادر با صدای هولناک منفجر میشه و علی شاه به گنج میرسه. علی شاه وقتی دستش به گنج رسید به قول خودش عمل میکنه و سهم همدستانش که بهش در قتل نادر کمک کردن رو میده که میشده حدود هر نفر 40 کرون. میگن توی اون خزانه عظیم 75 صندوقچه بزرگ طلا و جواهر بوده. علی شاه این صندوقچه ها رو به همراه تخت های پادشاهی برای خودش برمیداره و بعدش دستور میده هر چی باقی مونده رو بین سربازا و افسرای کلات تقسیم کنن. فکر کنین هر کسی یه گوشه نشسته بوده و واسه خودش سکه ها و جواهراتش رو میشمرده. حالا میخوایم ببینیم چه بلایی سر این گنج اومده و الان کجا هست. علی شاه وقتی دستش به طلاها رسید بین 3 نفر دیگه تقسیم کرد. ولی اونا کیا بودن؟ صالح بیک افشار، موسی بیک افشار و قوچه بیک افشار. صالح بیک که توسط همسر نادر در شبی که برای قتل نادر رفته بودن زخمی شده بود. چند روز بعد میمیره. سهمیه اون میرسه به خانوادش هم میترسن که وراث نادر شاه برای انتقام بلایی سرشون بیاره. هرچی دارن رو جمع میکنن و از ایران به اروپا مهاجرت میکنن. بخشی از این گنج توسط فرمانده نادر به اسم احمد به پادشاه افغانستان هدیه داده میشه. ولی چرا باید همچین هدیه‌ای به پادشاه افغانستان میده؟ توی اون دوره پادشاه افغانستان خیلی قدرتمند میشه و این فرمانده میترسه که به ایران حمله بشه. میخواسته یه طورایی دل پادشاه افغانستان رو به دست بیاره و یه قسمتی از این گنج رو به این پادشاه میده. یکی از ارزشمندترین جواهراتی که توی گنج نادر بود کوه نور بود که بسیار ارزشمند بوده. نادر شاه وقتی این الماس رو روی تخت محمد شاه هندی میبینه اون رو به کوه نور تشبیه میکنه. به خاطر همین توی تاریخ به همین اسم به ثبت میرسه. بعد از 70 سال هند به افغانستان حمله میکنه و این الماس رو به هندوستان برمیگردونه. در کل این الماس در سرگذشت خونینبار بارها بین فرماندهان دست به دست شد. از جمله پادشاهی که فرزند خودشو کور کرد یا یک فرمانروای مخلوع که سرتراشیده و طلای مذاب روی اون ریخته شد. جنگ‌ها و نبردهای زیادی دید و در انتها در هند به دست بریتانیا رسید و آخرین بار روی تاج ملکه الیزابت دیده شد که به تازگی درگذشت و الان توی موزه بریتانیاست. قیمت این الماس حدوداً 472 میلیون دلار تخمین زده شده. یک الماس دیگه هم جزء گنج نادر بود که معروف بود به دریای نور. این الماس دست به دست بین پادشاهان ایرانی چرخیده. این الماس در دوره ناصرالدین شاه وسط بازوبند سلطنتی نصب شد و به بازو بسته می شد و بعد که بازوبند منسوخ میشه این الماس رو در قابی زرین با شیر و خورشید و تاج مرصع به 457 قطعه برلیان ریز و عالی و 4 قطعه یاقوت به صورت پیشکلاه درآوردن. متاسفانه بازم دوره قاجاریه اتفاقی برای این الماس افتاد. فتح علی شاه قاجار دستور میده که روی این الماس حک کنن صاحب قران فتح علی شاه قاجار 1244. ناشیگری این پادشاه تمومی نداشته. به خاطر همین کارش کلی از ارزش این الماس کم شده. این الماس در حال حاضر در موزه بانک مرکزی نگهداری میشه. گنج نادر شامل هزاران کتاب، خنجر، تپانچه، شمشیر، قالیچه گرانبها بوده که بین سربازها تقسیم شده بود و سرنوشتشون مشخص نیست. مقداری دیگه از این گنج‌ها بعدها به دست پادشاهان زندیه و بعد قاجار و بعد هم پهلوی میفته که اونو در موزه ملی قرار میدن. بین اقلام گنج نادر تخت طاووس هم خیلی معروف بوده و میگن پر از جواهرات و الماس‌های گرانبها بوده. وقتی که نادر شاه کشته میشه این تخت رو تکه تکه میکنن و هر کس اونجا بوده یه تکه از جواهراتش رو بر میداره برای خودش و کلاً این تخت نابود میشه.
بعدها چندین تخت به دستور پادشاهان ساخته میشه، مثل تخت طاووس قاجاری که خیلیا فکر میکنن این تخت همون تخت نادرشاه هست، ولی این تخت در دوره قاجار ساخته شده که الان هم در موزه ملیه. هرچه که هست و بود، متاسفانه در حال حاضر اثر آنچنانی از این گنج عظیم باقی نمونده و اکثر این گنج از بین رفته و حیف و میل شده. شما هم نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید. ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید.